17 اپریل رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای اشتراک در جلسه نوبتی شورا و جلسه 58 پلنری اسمبلی بین پارلمنتی اتحاد دولت‌های مستقل وارد شهر سنت پترزبورگ فدراسیون روسیه شدند. در فرودگاه بین المللی پولکوه مهمون عالی قدر رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را نمایندگان رسمی شورای اسمبلی بین پارلمنتی اتحاد دولت‌های مستقل مأموریت شهر سنت پترزبورگ سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه و دیگر شخصان رسمی صمیمانه استقبال گرفتند. در دایره سفر کاری خود در شهر سنت پترزبورگ رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رئیس سنات عالی مجلس جمهوری ازبکستان تنزیلا نربایوا ملاقات انجام دادند. ضمن باخوری جانب‌ها وضع امروزه و دورنمای مناسبت‌های همکاری استراتژی و همپیمانی تاجیکستان و ازبکستان را که در زمینه اعتماد و باوری متقابل رشد و توسعه می‌یابد بررسی نمودند. امضای عهدنامه بین دو کشور درباره مناسبت‌های همپیمانی رویدادی مهمی تاریخی نامیده شد. هر دو جانب از توسعه به‌میلان روابط بین پارلمنتی مجلس ملی و سنات عالی مجلس اظهار قناعتمندی نمودند. جانب‌ها بر رشد با سرعت مناسبت‌های دو دولت در ساحه‌های مختلف همکاری توجه ظاهر کرده، گسترش منبع رابطه‌های تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری را مهم شماریدند. در ادامه صحبت دایر به مسائل‌های عمده منطقوی و بین المللی تبادل افکار انجام داده شد. در شهر سنت پترزبورگ رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رئیس اسمبلی بین پارلمنتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرالی فدراسیون روسیه محترم والنتینا ماتوینکا ملاقات نمودند. تاکید گردید که سهم رابطه‌های بین پارلمنتی از جمله فعالیت گسترده کمیسیون عاید به همکاری بین مجلس ملی و شورای فدراسیون در تحکیم مناسبت‌های بسیار جانبه تاجیکستان و روسیه نظررس است. جانب‌ها از تمایل مثبت رشد همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و فرهنگی و گومانیتری میان دو کشور اظهار قناعتمندی نمودند. در واخوری جانب‌ها عاید به مسائل‌های دیگری روزنامه بین المللی و منطقوی تبادل افکار نمودند. در شهر سنت پترزبورگ جلسه نوبتی شورای اسمبلی بین پارلمنتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردید که در آن رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اشتراک و سخنرانی نمودند. در جلسه مذکور اینچنین رئیس اسمبلی بین پارلمنتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرالی فدراسیون روسیه والنتینا ماتوینکا و راهبر پارلمان‌ها و هیئت‌های پارلمنتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل شرکت ورزیدند. طبق روزنامه در شورای اسمبلی بین پارلمنتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل مسئله‌ها را دایر به جنبست فعالیت شورای اسمبلی بین پارلمنتی در سال 2024 تشکیل مشاهده‌های انتخابات در حدود دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل همکاری کشورهای سازمان عاید به تحکیم امنیت نزد سرحدی در مرزهای بیرونی و دیگر مسائل جاری مورد بررسی قرار داده شدند. ضمن سخنرانی خود رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی عاید به نتیجه‌های انتخابات پارلمنتی در جمهوری تاجیکستان ابراز نظر کرده از کار مشاهدان بین المللی اسمبلی بین پارلمنتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل اظهار قناعتمندی نمودند. صبح 18 اپریل در دایره سفر کاری خود در شهر سنت پترزبورگ رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی همراه راهبران هیئت‌های پارلمنتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل در مراسم گلگذاری در آرامگاه یادگاری پیسکاریوف اشتراک نمودند. محترم رستم امامعلی در همینجا در نزد لوحه خاطروی سربازان قهرمان تاجیکستانی حمایتگران شهر لنینگراد در سالهای جنگ بزرگ وطنی گلدسته گذاشته به خاطر شهیدان ارج گذاشتند. دوامی روز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در قصر توری شهر سنت پترزبورگ در کار جلسه 58 پلنری اسمبلی بین پارلمنتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک نمودند. در کار جلسه رئیسان پارلمان‌ها و هیئت‌های پارلمنتی جمهوری‌های ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان، ازبکستان و فدراسیون روسیه اشتراک نمودند.
در دایره مسئله‌های روزنامه جلسه پلنری یک قطار لایحه‌های قانون‌های نمونوی اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکی اتحاد دولت‌های مستقل از جمله درباره بهاداری کاداستری دولتی، تکنولوژی‌های ذهن صنعی، وارد نمودن تغییرات به جنبه رقمی‌کنونی کدکس نمونوی تعلیم در دولت‌های اشتراکی اتحاد دولت‌های مستقل و دیگر سندها بررسی گردیدند. وابسته به مسئله‌های روزنامه جلسه پلنری اسامبله بین پارلمانتی محاکمه‌رانی صورت گرفته قرارهای دخلدار قبول کرده شدند. 18 اپریل در دایره چهاربینی‌های اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکی اتحاد دولت‌های مستقل در شهر سنت پتربورگ، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رئیس سنات پارلمانت جمهوری قزاقستان محترم مولن اشیمبایف ملاقات انجام دادند. در ملاقات حالت امروزه و دورنمای مناسبت‌های استراتژیکی و همپیمانی تاجیکستان و قزاقستان اینچنین رابطه‌های بین پارلمانتی دو کشور مورد بررسی قرار داده شد. سفر دولتی پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم ژومارت توکایف به تاجیکستان در سال 2024 و به امضارسی عهدنامه درباره مناسبت‌های همپیمانی میان دو کشور برادر رویداد مهم در تاریخ مناسبت‌های دو جانبه ارزیابی گردید. جانب‌ها از روند رشد به‌میلان همکاری‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتاری اظهار قناعتمندی نمودند. در ادامه صحبت جانب‌ها عاید به دورنمای تحکیم همکاری دو کشور در بخش‌های گوناگون از جمله تقویت منبع روابط بین پارلمانتی ابراز نظر کردند. در ادامه روز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در جلسه تنتنوی اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکی اتحاد دولت‌های مستقل با مناسبت 80 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی سال‌های 1941 1945 اشتراک و سخنرانی نمودند. جلسه تنتنوی را رئیس اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکی اتحاد دولت‌های مستقل رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرالی فدراسیون روسیه والنتینا ماتویینکا حسن آغاز بخشیده سپس زیر آهنگ متنتن با تالار نسخه پرچم غلبه وارد کرده شد. ضمن سخنرانی محترم رستم امامعلی همتایان خود و حاضرین را به مناسبت فرارسی جشن 80 سالگی غلبه صمیمانه تبریک نموده تجلیل این سنه را از عنعنه‌های مهم تاریخی کشورهای اتحاد نمونه وحدت، همبستگی و حفظ مشترک صلح در سراسر عالم نامیدند. ذکر کرده شد که در سالهای این جنگ پرفاجعه تنها از تاجیکستان بیش از 300,000 نفر به میدان محاربه دعوت و سفربر کرده شدند. از 300,000 نفر بیش از 100,000 نفر آنها در محاربه ها هلاک گردیدند. تقریباً 45,000 ساکن تاجیکستان با کارخانه‌های منطقه‌های دیگر سابق اتحاد شوروی به کار فرستاده شدند که اکثریت آنها از آنجا به جنگ رفتند. جنگاوران تاجیک در همه محاربه‌های مهم جنگ بزرگ وطنی یعنی مدافعه مسکو، قلعه برست، کیف، سمالنسک، ادسا، سیواستوپل و دیگر شهرها اشتراک کرده در آزاد کردن محاصره لنینگراد و محاربه شدید زنجیره کورسک جنگ کردند. با افتخار و قناعتمندی قید گردید که تاجیکستان در قطار دیگر خلق‌های سابق اتحاد شوروی در غلبه بزرگ سهم ارزنده گذاشته است. در جلسه همچنین راهبران هیئت‌های پارلمانتی دولت‌های اشتراکی اتحاد دولت‌های مستقل، کاتب ژنرالی اتحاد دولت‌های مستقل، نمایندگان تشکیلات سابقه‌داران، مأموریت شهر سنت پتربورگ و اسامبله بین پارلمانتی جوانان اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکی اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک و سخنرانی نمودند. در فرجام به اشتراکداران جلسه تنتنوی برنامه فرهنگی بخشیده به 80 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941 1945 نمایش داده شد. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بعد از اشتراک در جلسه 58 پلنری اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکی اتحاد دولت‌های مستقل از شهر سنت پتربورگ فدراسیون روسیه به وطن برگشتند.